اگه براتون دستگاه آسر 25 اومد با ایراد خاموشی، حتما این چند تا نکته‌ای که بهتون میگم رو چک کنید. نکته اول، مطمئن شید که دستگاه روشنه یا خاموشه، چون اکثر مواقع فقط نور این دستگاه قطع شده. ولی اگه گوشیتون روشن بود و نور نداشت، کانکتور رو اول از همه چک کنید، چون کانکتور این دستگاه به شدت دچار خرابه میشه. اگه کانکتورتون سالم بود، میتونید برید بالا سر خازن‌های نور. این خازن‌ها دچار اتصال میشه و نور کلاً قطع میشه. ولی اگه خازن‌هاتون سالم بود، میتونید برید سراغ پایه‌ای که دارم بهتون نشون میدم، چون اتصال از زیر تغذیه قطع میشه. میتونید یه انشاب از خازن کناریش بگیرید و نور رو برگردونید. ولی اگه نور همچنان قطع بود، میتونید سراغ سلف و دیود برید. این سلف و دیود معمولا دچار قطعی یا اتصال میشن که باعث رفتن نور میشن. از سلف بالا سریش غافل نشید، چون همین اتفاقا برای اون سلف هم میفته. و نکته آخر، اگه دستگاه به طور کل خاموش بود، برید سراغ اتصال پایه کریستال ساعت با تغذیه، چون این دو تا پایه‌ای که دارم بهتون نشون میدم دچار قطعی میشه و دستگاه به طور کامل خاموش میشه و شما به اشتباه میافتید که دستگاه سی پی یوش ایراد داره. و نکته آخر و مهمترین، این پست رو سیو کن، چون مطمئناً به زودی برات یه A12 با مشکل خاموشی میاد.